صندوقچه زولبیا، سلسله فیلم تصویری. صدای ریختن آب و چیزی مانند است. بیژن، یک بارکک نقصکک گوش کن. بله، با فکرم با دوتورزنی بابایم. این کیست؟ این آوازی بلبل است. ها، انا اکنون با یادم آمد. خوندنش با آوازی نای مانند است. پارسال وقتی با پدرم با پشتا برآمدند، ما با جوانی نای نواز واخوردیم و خوب آواز فرامش را شنیده بودیم. مثل همین آواز بلبل بود. بیژن، من هم یک چیز را به یاد آوردم. آن وقتا فکر میکردم لیکن نیافته بودم. اکنون فهمیدم که این صدا به چی مانند بوده است. چی را به یاد آوردی؟ با چی مانند بوده است؟ یاد دارید وقتی که ژاله میبرید ما در خانه بودیم. صدای به بام ریختن ژاله به چی مانند بود؟ بچه ها من هم یک چیز گویم. وقتی که به نزد بچه های دیها رفته بودم، انا همون وقت من بازی میکردم که یک صدای نواختنی چیزی رو شنیدم. گفتم در نزدیکی ها توی باشد. صدا باز بلندتر شد و یک گلای اسب از پیشم دویده گذشت. صدای دویدنشون با تبلک نوازی مانم بود. یک چیز رو نمیفهمم. اینقدر صداها با نواختن اسباب‌های موسیقی مانند. آدمان چه خیل صداها رو به پرنده و دیگران یاد دادند؟ من نمیدونم. تو چی؟ میدونی؟ من هم نمیدونم. بیایید از سیمرغ میپرسیم. چی گفته ده؟